خانم شینا انصاری معاون جامعه پزشکیان و رئیس سازمان محیط زیست که برای سفر به برزیل، سفر کاری، درخواست 50 میلیارد تومان پول داده به سازمان برنامه بودجه. آقا میخواید برزیل رو بخرید برگردونید اینجا که 50 میلیارد برای هزینه سفرتونه. چند نفرید میخواین چیکار کنید اونجا؟ شما هزینه بلیطتون مثلا 200 میلیون میشه، اونجا هتل هم برید 1 میلیارد 2 میلیارد، چند نفر چیکار میخواید بکنید تو این سفر که یه قلمتون فقط میشه 50 میلیارد. ببینید مردم عزیز، اینهاست اون مثال‌های ولخرجی، مثال‌های ول کردن اقتصاد کشور، بریز و پاشایی که موقع به مردم که میرسه میگن پول نداریم. مسئله بعد این که بازم بدونید مردم، ما در مجلس با گرانسازی بنزین مخالفیم، رأی هم ندادیم به چنین چیزی. طبق قانون بودجه امسال هم دولت نباید گرون بکنه، ولی اخیرا رفتن تو جلسه هیئت دولت تصویب کردن سنرخیش بکنن، نرخ سوم آزاد چند صد درصد افزایش. آقای پزشکیان، شما در انتخابات قول دادی که بنزین گرون نمی‌کنم، مثل مرد پای حرفت وایسا. اگر اون حرفت اشتباه بود بگو اشتباه کردم، موقع دروغ گفتم نتونستم. اگر غیر از این باید به حرفت عمل بکنید. الان برای چی می‌خواید بنزین گرون کنید در حالی که قاچاق سوخت رو ولش کردید؟ آقای مالک شریعتی برادر عزیزم یه نامه‌ای رو امروز در سامانه گذاشت، منم امضا کردم، بعدا منتشر می‌کنیم که بسیاری از راهکارهای غیر قیمتی هنوز وجود داره که اونا رو برید اجرا بکنید. می‌خوایم افزایش بدید 10% 15%، نه که بیان بگید چند برابر. نمیدونم چرا از گذشته عبرت نمیگیرید. و مسئله آخر می‌خوام گلایه کنم جناب دکتر قالیباف که تا کی می‌خواد استیضاح این وزرای ناکارآمد نگه دارید؟ الان ما چه جواب مردم بدیم که وزیر کشاورزی، وزیر نیرو، وزیر بهداشت، وزیر کار، وزیر مسکن، شاید من به استیضاح همینم رأی مثبت ندم، ولی قالیباف مجلس رو چرا یه نفر اداره می‌کنی؟ برادر من اینا رو بیار تو دستور، نماینده تشخیص بدن کی بمونه و کی بره.